آیا اگر قلب دچار نارسایی بشه میتونیم اینا رو بر اساس نوار قلب و یا اکو تشخیص بدیم؟ در توضیح باید بگم که مشکلاتی که مربوط به نارسایی قلبی یا اختلال در حرکات قلبی هستش و عملکرد قلب هستش با اکو خیلی میشه کمک کرد به تشخیص و تشخیص داد. به خاطر اینکه نارسایی قلبی خب یک سری استیج ها یا مراحل مختلفی رو داره که خب اینها یه مسائل علمی هستش که من نمیخوام حالا برای شما عزیزان وارد دیتیل و جزئیاتش بشم، اما اکو میتونه در همین استیج های مختلف حتی مراحل مقدماتی بر اساس یک سری کرایتریا ها و بر اساس در نظر گرفتن یک سری المان ها میتونیم حتی اون مراحل مربوط به اختلالات دیاستولیک و همون مراحل اولیه‌ای که حتی قلب دچار اختلال عملکرد میشه ما تشخیص بدیم. پس اکوکاردیوگرافی میتونه برای تشخیص مسائل مربوط به نارسایی قلبی یا اختلالات در عملکرد قلبی کمک کننده باشه و هست. اگر که مایل به دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه موضوعی که خدمتتون توضیح دادم هستید، میتونید عدد 15 رو کامنت کنید.